محتوا را باید روزی 2 مرتبه با دقت گوش کنیم. نام یزید، شهرت بنی امیه، نام پدر معاویه، نام پدر بزرگ ابو سفیان، نام جد بزرگ عبدالمطلب، نام حسین، شهرت بنی هاشم، نام پدر علی، نام پدر بزرگ محمد و ابو طالب، نام جد بزرگ عبدالمطلب. نتیجه گیری: رابطه حسین و یزید پسر عمو، رابطه علی و معاویه پسر عمو، رابطه معاویه و محمد پسر عمو، رابطه ابو سفیان و ابو طالب برادر، رابطه محمد و ابو سفیان، ابو سفیان عموی محمد، رابطه ابو سفیان و علی، ابو سفیان عموی علی. علت اختلاف: دعوای خانوادگی بر سر قدرت. کسی نیست بگوید به شما ایرانیان چه ارتباطی دارد که سالهاست بر سر خود میزنید. خود اعراب اینها را قبول ندارند. شما ها خود کدام آشید؟ به قول احمد کسروی: بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربخت تر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیر بخت تر از آن ملتی که تاریخ کشورش را بیروش خند بگیرد، و سیاه بخت تر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرقش میکوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن